دوستان عزیزم سلام. بچه‌ها تو این ویدیو میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. داستانی که 3 سال پیش اتفاق افتاد، زمانی که ما تازه به ترکیه اومده بودیم و الان بعد از 3 سال یه اتفاق دیگه افتاد که اونو توی ویدیو دیگه براتون تعریف میکنم و گفتم خوبه که بیام اینو براتون تعریف کنم. 3 سال پیش وقتی که من و آذرخش و نیروانا تازه به ترکیه اومده بودیم، خب دوران کرونا بود. ما توی ایران درگیر واکسن زدن بودیم و خب فایزر که اصلا نبود. این سینوفارم و حالا جدا از این که برای برکت تبلیغات میکردن که از تولید ملی حمایت کنین و این حرفا، سینوفارم بود و یه واکسن دیگه که مردم کم کم ثبت نام میکردن و اولویت داشتیم و اینا و واکسن رو میزدن. خب همونطور که در جریان هستین، اون زمان دقیقا 3 سال پیش به خاطر کمبود واکسن و دیر اومدن واکسن به کشورمون خیلی از خانواده‌ها داغدار شدن و که خودم هم جزشون بودم. و من یادم بچه اون زمانی که تازه داشتیم می اومدیم، آخرای ایران موندنمون بود، یعنی تو کوچه که راه میرفتم خیلی از خونه ها رو میدیدم که پرچم سیاه زدن و خب خیلی دلگیر بود این قضیه. گذشت و ما اومدیم ترکیه و اینجا خب فایزر میزدن به مردم. خیلی از مردم زده بودن، هنوز مردم ماسک میزدن، هسکوت باید نشون میدادی یه جایی که میرفتی، ولی خب خیلی اوضاع بهتر شده بود به نسبت ایران و خیلی این تب و تاب کرونا خوابیده بود. ما یه 10 روزی بود که رسیده بودیم ترکیه و خب مام بابای من دلشون واسمون تنگ شد و اومدن به دیدن ما ترکیه. بعد اونجا خب بابام یه دوز یک واکسن رو زده بود و مامانم 2 تا دوز زده بود توی ایران. صحبت کردیم و خب چون اینجا سینوفارم میزدن، فایزر میزدن، صحبت کردیم با دکتر. بهمون گفتن که خب مامانم چون 2 تا فاز زده بهتره که دیگه فایزر نزنه، ولی بابام چون یه فاز زده بود از واکسن اشکال نداشت، میتونست فایزر رو بزنه. بعد بچه خب اینجا اینطوری بود که فقط اونایی که اقامت داشتن بهشون فایزر میزدن. ما خودمون مثلا کار اقامتمون اوکی شده بود و یه دوز فایزر رو زده بودیم و اونایی که خب مثلا با پاسپورت اومده بودن، توریستی بودش، صحبتش بود که پول میگیرن و یه جایی میزنن، ولی خب عملا هیچ خبری اعلام نشده بود و عملا این اتفاق نمیافتاد توی ترکیه. برای خارجی ها و توریستا واکسن نمیزدن. خب مامان بابای من اومدن. این توضیح رو هم بدم که مامان من و بابای من تقریبا 70 سالشونه و خب مریضی هم زیاد دارن و این واکسن فایزر تو اون شرایطی که اونا داشتن خیلی لازم بود. خیلی ها رو شنیده بودیم که فایزر زده بودن، کرونا گرفته بودن و خب تونسته بودن این کرونا رو رد کنن و اوکی شده بود حالشون. حالا بچه‌ها اینجا رو میخوام براتون تعریف کنم. بابای من اومده بود، من خب خیلی دوست داشتم که بابام فایزر بزنه، با چیزی که واقعا تو دستم هیچی نبود و نمیدونم، از زبان ترکی هم مثلا بلد نبودم و هیچ جارم نمیشناختم و با این حال میگم تازه خودم 10 روز بود اومده بودم ترکیه. با این حال پاسپورت بابا رو برداشتم و با بابا رفتم بیمارستان، همون جایی که خودم رفته بودم فایزر زده بودم. رفتم اونجا با یک نگهبانی رو دیدم، نگهبانی که دم در نشسته بود. بهش گفتم که توی گوگل ترنسلیت نوشتم و بهش با همین گوگل ترنسلیت صحبت میکردم. بهش گفتم که بابای من از ایران اومده، اقامت نداره، فقط پاسپورت داریم، مسافره، میتونی یه کاری بکنی که براش واکسن بزنم، میخوام واکسن بزنم. آقای گفتش که باشه. یا آقای سنبالایی مثلا حالا 50 ساله اینا بود. آقای گفتش که باشه، وایسا من ببینم چی کار میتونم بکنم. شروع کرد به تماس گرفتن و تلفن زدن به این ور اون ور چیز زدن و بعدش بهم گفت خب بیا دنبالم. من رفتم از این اتاق به اون اتاق، با این همکار صحبت کردم، با اون دکتر صحبت کردم و بالاخره اوکی کرد و به بابای من گفت، یعنی بهم گفتش که به بابات بگو بیاد فلان جا، همون طبقه‌ای که واکسن میزدن. بهم گفت بیاین و بعد اون اتاقی که واکسن میزدن برای همه، اون اتاق بابای من نبود. یه واکسن رفت از تو اتاق گرفت و به پرستار گفتش که فلانی گفته اوکی و بزنیم واسش رو، رفت واکسن برای بابای من زدن. خب بابای من تقریبا یه 30 روزم پیش ما بود و دوز دومش رو 20 روز بعد اون زمان باید میزدیم. دوز دومش رو هم دوباره رفتم پیش همون آقاه، بهش گفتم که ما اومدیم اینجا، شما لطف کردی واکسن برای بابای من دوز اولش رو زدی و حالا اومدیم دوز دومش رو بزنیم. بعد بچه‌ها یه چیزی دیگه، من وقتی که رفتم دوز دوم این واکسن رو برای بابا بزنیم، اونقدر از این آقای خوشم اومده بود و اینقدر
حالمو خوب کرده بود که دوست داشتم یه جور جبران کنم، ولی خب میدونستم که بالاخره هر چیزی رو قبول نمیکنه. واسش آش رشته پختم شب قبل از اینکه بریم بیمارستان، بابا بریم بیمارستان و بابا دوز دوم واکسن رو بزنه، واسش آش رشته پختم و براش بردم. بهش گفتم این غذای ایرانیه و من به خاطر لطفی که تو برام کردی دوست داشتم که این غذا رو برات بیارم. و آقای قبول نمیکرد، میگفتش که نه چه کاریه، لازم نیستش و من برای انسان دوستی این کار کردم. اینو گفتم نه، من اینو خودم دوست داشتم واسط بیارم و اینطوری ازت تشکر کنم، چیز قابل داری نیستش و قبول کرد بالاخره. خلاصه که بابا دوز دوم واکسنش رو هم زد و خب اصلا قضیه به اینجا ختم نمیشه ها. اول از همه اینو میخواستم بهتون بگم که خب اونجا این همکاری این آقای و این همدلیش و این انسان دوستیش انقدر به من چسبید و خب از شرایطی اومده بودم که میدیدم مردم دارن میمیرن و خب هیچ کاری نمیشه و اینجا یه نگهبان چقدر لطف کرده بود به من. این قضیه گذشت و بچه‌ها مامان بابای من رفتن ایران. تو همین مسیر برگشت، حالا تو بالاخره یه 10 روز بعد از اینکه رسیده بودن ایران، همه خانواده کرونا گرفتن. بابای من بچه‌ها خیلی مریضه، یعنی خیلی مریضی زیاد داره و اینطوریه که مثلا اگه یک سرماخوردگی بگیره واقعا باید آنتی بیوتیکای قوی بخوره تا خوب بشه و قشنگ یه سرماخوردگی ساده میندازش. و مامانم به خاطر کرونا اون موقع رفت بیمارستان، یه هفته بیمارستان بستری شده بود و بابای من با همین شرایطش فقط میگفت 1-2 روز یه بدن درد خیلی خفیف داشتم، دردی که حتی همین رو هم به کسی نگفتم و کرونا رو خیلی راحت رد کرد. حالا این حکمت خدا خیلی برام جالب بود که این اتفاق افتاد، اینا اومدن، اون بنده خدا همکاری کرد، واکسن رو زدیم و واقعا من اون موقع با خودم گفتم چقدر خوب شد که اومدم ترکیه، با اینکه خیلی ناراحت بودم. اوایل مهاجرتمون بود، خیلی سخت بود واسم این دوریه و از اینکه میدیدم مامان بابام ناراحتن خیلی ناراحت بودم. اما این قضیه واکسن زدنشون و اینکه خب سبب خیر شده بود برای اینکه بابام کرونا نگیره و حالش خوب بشه، در صورتی که تو همین جریان کرونا گرفتن خانوادم. من یکی از اعضای خانوادم رو از دست دادم بعد از اینکه از ترکیه اومده بودیم، یعنی بعد از اینکه به ترکیه اومده بودیم و این قضیه رو اینطوری شد دیگه. این بود داستان کرونا گرفتن و واکسن زدن مامان بابام توی ترکیه. بچه‌ها قضیه مال 3 سال پیش همونطور که گفتم و خیلی 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 خوب بود. اینو داستان داشته باشین. یه داستان دیگه هم در رابطه با همین مسائل و تغییر شرایط که تازگی واسم پیش اومده میخوام براتون تعریف کنم، تو ویدیوی بعدی بهتون میگم. راستی بچه‌ها این رو هم آخر بهتون بگم که کانال مسیر مهاجرت رو تازه راه اندازی کردم. اگه دوست داشتین من سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که قرار کلی ویدیوی دلی توی این کانال آپلود بشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.